سلامت، چطورید؟ رادیم به پیرمردی که هستم و خیلی 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 خوشمندیم به ویدیو دیگه. آقا توی این ویدیو قراره که ما میگه بریم و ماینکرافت سروایول بازی کنیم. قرار ماینکرافت سروایول بازی کنیم پارت دوم. آقا توی این ویدیو قراره که ما هم دیگه بریم و بقیه کارا رو بکنیم، اگه بشه بریم قار و آیرون بیشتر پیدا کنیم و از این حرفا. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. اوکی بچه‌ها، دیگه الان دیگه داره شب میشه. الان بخوابیم، من نظرم این کوچولو باشیم شبش بخوابیم که بعدش بریم بیرون. اینجا من یه دونه چستم بسازم و بچه غروب آفتاب رو با هم دیگه ببینیم. قشنگه واقعا بچه قشنگ. و بچه یه ایده خفنی دارم، دوستین تاریک بشه بریم اوکی. باشه ایده خفن دارم الان بهتون میگم، واسید بیدار بشین. بچه این راستیتش از خودم در آوردم این ایده رو، خیلی واقعا چون باحال از نظر خودم. بریم بچه چوب بکنیم میام بهتون نشون میدم. اوکی بچه، اول از همه به لدر نیاز داریم. بکنیم ببینید بچه، ما الان یعنی من، شما که نه، یه ایده ای دارم. بدونه واسه زغال بگیریم. خیلی ایدم باحاله. کوزه بچه یه دونه کمپ فایر درست کنیم و از این ور پلم درست کنیم. الان میگید بچه خب تو که رادین پله سنگی داشتی، ولی خب عقل جور در نمیاد بچه. ببینیم اینجا وقتی که غروب میکنه اینجا میشینیم یه غذایی میخوریم و همینجا میشینیم. بچه از نظر من یه ایده فانه در است که ببخشید بچه یه ایده فانه که از نظر من ایده باحالیه دیگه، چون که توی ماینکرافت هستیم و زیاد اینا کار بکنیم باحاله. در کل من دوستش دارم واقعا. من دوستش دارم، خیلی باحاله. میشیم غذامون هم بپزیم و بریم این قاره ببینیم چیا توش داریم. خب این هست. به فقط یک چیزی آیرون ها بودم بپزم. باشه یه ایده خفن تر دیگه، جا اینکه در دستی بکنیم این یه دکمه اینم یه دکمه اینو میدنیم میریم تو. باشه میخوام پیککس آیرونی درست کنم پایین لنگ نمونیم. تبر پیککس. خب بچه ها الان ما اینم ساختیم، تورچ هم داریم. بریم تو قار ببینیم که دوری دسته کیه. امیدوارم قار بزرگی باشه. خب که نیست.
خب بچه یه قار دستی من میشه برای میگم قار دستی چیه، یعنی خودم میکنم میرم پایین، نمیخوام چیز کنم، خب خودم میکنم. اینجا زغال هست، زغالم میکنیم. بچه بازم نظر میخوام که یوریم مریض شدم و صدام گرفته. ماشاءالله زغال پربرکت 14 تا. خب بچه همینو به نظر من بگیریم بریم پایین، ولی قبلش تورچ میخوایم. که رو بزن و همینطور باید توی پیککسمون تفریم. بچه من میکنم میرم پایین تا ارتفاع منفی 60. الان منتظر 60 و منفی 60 اینو 100 تا بلاک دیگه میکنم میرم پایین که اوکی باشه. خب بچه ها ما تا ارتفاع منفی 60 اومدیم، جایی که بتونیم حداقل دایموند پیدا کنیم و پایینمون هم بدراکه. بچه بکنیم دیگه، بکنیم ببینیم چی میشه. واقعا امیدوارم بتونیم با 7-8 دایموند حداقل بیرون بریم. بچه صدای لاوا میاد و بچه یعنی من یه لحظه باگ خوردم، دیدم که اینجا لاواه و واقعا هم لاوا بود چون صداش دارم. بچه من صدا رو زیاد کنم یه لحظه. این برمون قشنگ اینجا، این و همین بره دقیقا. بالا سرم نی دقیقا همین. هم این قرآن ترسیدم. بچه یه لحظه بسید من شیدرم خاموش کنم. ببینید بچه واقعا خب یعنی سخت‌ترین تصمیم ماینکرافتی که الان من برم بیرون نه بچه من این کار نمیکنم، ریسک داره بچه، واقعا ریسکه دیگه. الان مثلا بچه ندیدید مگه اسکلتون گیهو زد منو رو سری من پوشوندن بعد هولش دادم تو لاوا، افتاد تو لاوا مرد. ولی خب الان از نظر من بچه خریته بخوایم بریم، واقعا میگم بخوایم بریم اونجا خریت محض. اوکی
بچه اینا رو بزنم من بپزه آهنا رو. غذا من بذارم روی این بپزه. دیگه چی میخوام؟ آرمور خوبه، آرمور بسازم. من میگم نمیدونم یه دونه آرمور میذارم. آرمور و پیککس. نه بچه ها باکت میسازم. ببخشید باکت میسازم با آرمور دیگه. نه باکت و پیککس و باکت. چون بچه بالاخره پیککس نیازمون میشه. گلدارم بذاریم بپزه. غذاهامون هم بریم از بالا برداریم. نام بذاریم بریم پایین. بچه اینم از این پارت بود. خیلی چیزا به دست آوردیم ولی خیلی چیزا مثلا گرفته شد مثل وقت و چیزای دیگه. آقا اینا هم بپزه اونا هم بپزه دیگه. آقا مرسی که میدونین با تا ویدیو دیگه